در صحیح بخاری آمده است که حضرت عبدالله ابن عباس هم گفتند که تزوجوا فإن خیر هذه الامه اکثرهم نساء. شما خانه‌دار شوید تا که بهترین امت سرزنه بود، یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولیکن ما حقی از 4 زن زیاد گرفتن نداریم، برای آنکه الله تعالی فقط 4 اجازه داد. آنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 9 زن گرفتن در یک وقت، این خاص برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، من دون المؤمنین، یعنی این از خصوصیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. سپس اون زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان کس نگفت که با الله برای پیامبر خاص یعنی بسیار زنی اجازه داده. اون زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا از 55 ساله بزرگ بود، اکثریتش 60 ساله 62 ساله زنهای پیران سال بود و یتیم داشت. یعنی که آدمی که زن بازه است زنی 60 ساله نمیگیرد. اون پیامبر صلی الله علیه و سلم با بعض مقصدهای شریعتی سیاسی بعضی زنهایشون را گرفتن. یگانه دختری که خانه‌دار شدن این حضرت عایشه رضی الله عنها بود، یا دختر دیگر مونده که همش بیوه‌های صاحبی فرزند و بیوه‌های 39 سالش رفته بود. بنابراین یگان کافرهای مکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم سحرگر گفتن، دیوانه گفتن، شاعر گفتن، هر چی تهمت ها کردن، لیکن زنباز نگفتن. با وجود اینکه حضرت عایشه در سن 9 سالگیش خانه‌دار شد، یگان عربی مشرک دشمنای سرسختی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر علیه السلام رو مذمت نکرد، برای اینکه این یگان صفتی بد نبود. زنی زیاد داشتن. برعکس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، آنهایی که از 4 زن زیاد داشتن گفتن که از 4 زیادیدش طلاق ده گفتن. یعنی اسلام اومده مردم رو به 2 زنگی و 3 زنگی ترغیب نکرد، بلکه از 3 زنگی به 4 زنگی فرا آورد. مردم بسیار بی‌عدد زن میگرفتن. شما کتاب ها را خوانید، در مردم خیتای، ایران زمین پیش از آمدن اسلام چند تا زن داشتن. حالا هم در بعض قاره های افریقا فقط مسلمان ها 4 زن داشتین، اما غیر مسلمان ها همش بی‌عدد زن داشتین از سبب زیاد بودن زن. بنابراین یعنی این امر شریعت است و امر الله تعالی است. حتی الله تعالی در سوره نساء گفت که شما 2 یا 3 یا 4 خانه‌دار شوید، اگر نتوانید بعد 1 خانه‌دار شوید. یعنی اصلا باید انسان سرزنه باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا. راست ایستاده نماز خوان، اگر راست ایستاده نتوانی بعد نشسته خوان، اگر نشسته نتوانی فعلى جنب، بعد تکیه و پهلویت نماز خوان. الله تعالی میگه که 2 زنگیر، 3 زنگیر، 4 زنگیر، اگر نتوانستی بعد 1 زنگیر. فهمیدید؟ برای همین یعنی که این چیزی که الله و رسول گفته است، خواهران و مادران یعنی خفه نشوید، این به فایده شما است. اگر شما امروز شوهر داشته باشید، دیگر خواهران شما شبها در عذاب و در مشقت بی شوهری عذاب دارند. یعنی شریعت این چیزای رعایت کرده، این حکمت هاش بزرگ است. این همون زنی میفهمد که شوهرش وفات کرده است، همون زنی میفهمد که سالها به شوهر زندگی میکنه، همون زنی میفهمد که شوهرش در زندان است، در مهاجرت هست. بعد میفهمد که 4 شب باشدم، 1 مرتبه باشدم شوهرم در نزدم باشد. میگه الله تعالی مرد و زن به هم دیگر محتاج آفریده است. ما برای شما از نفس شما همسری شما را آفریدیم لتسکنوا الیها، تا اینکه در نزد او آرام گیرید. گفت این حکمت های زیاد را کسی به شریعت تعارض اعتراض بیان میکنه، میگم برای چی شریعت به 2 زنگی و 3 زنگی اجازه داده است؟ این کفر است. این کار را نکنید، به ضد شریعت نبرید برادر و خواهرای عزیز. این یه فرد یه روز میشید که محتاج میشید، بعد میدونید که شریعت برای چی امر کرده است. هر کسی که از شریعت انتقاد کنه او کافر میشد. با الله تعالی همین خیلی مصیبت و بلای در سرش میآورد که بعد هر روز پشیمانی به این گفته و به این اعتراضش بیان میکنه.